با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی، امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. در خدمت شما هستم با ارائه یک مدل ساده برای تشریح دوره‌های برقی. چنانچه می‌دانید دوره‌های برقی بر اساس ترتیب مقاومت‌ها در یک دوره به دو دسته مسلسل و موازی تقسیم می‌شوند که دوره برقی مسلسل در یک ویدیوی جداگانه قبلا کار شده که شما می‌توانید از طریق از این لینک ویدیو رو مشاهده کنید. همچنان لینک ویدیوی مربوطه در توضیحات این ویدیو قابل دسترس می باشد. در این ویدیو در خدمت شما هستم با دوره برقی موازی. برای از اینکه ما بتانیم دوره برقی را به راحتی تشکیل بدیم، ما یک مدل چوبی را به این شکل آماده کردیم که شامل یک سپل، پایه و یک بازوست. بالای بازوی از این 4 تا میخ در این قسمت نصب شده و 4 تا میخ هم در قسمت بالا، تا اینکه بتانیم در جریان تشکیل دوره مقاومت ها را به راحتی نصب بکنیم. به عنوان مقاومت 3 تا لامپ در نظر گرفتیم که هر مقاومت متشکل از یک لامپ، هولدر و کیبل های برق است تا اینکه را به دوره برقی وصل بسازیم. همچنان برای از اینکه منبع برق داشته باشیم، یک باتری دانی را ساختیم که کاملا از چوب ساخته شده. گنجایش 6 تا باتری قلمی را داره. باتری های قلمی در این باتری دانی به صورت مسلسل با هم بسته‌بندی میشه تا یک ولتاژ مناسب برای تشکیل دوره برقی داشته باشیم. در این قسمت منبع برق یک لاین برق نصب شده که قطب منفی منبع برق تشکیل میده و همچنان در این قسمت منبع برق یک لاین نصب شده که قطب مثبت منبع برق تشکیل میده. در ضمن برای اینکه بتانیم در جریان تشکیل دوره جریان برق قطع وصل بسازیم، یک سویچ در این قسمت نصب ساختیم. میریم طرف تشکیل دوره. اول منبع برق آماده میسازیم. باتری ها را ما در داخل باتری دانی قرار میدیم. دقت داشته باشیم که در جریان قرار دادن باتری ها در باتری دانی جهت مثبت و منفی باتری به شکل درستش قرار بگیره، یعنی قسمت منفی طرف منفی و مثبت طرف مثبت. هر کدام از این باتری های قلمی 1.5 ولت برق تولید میکنه که از ترکیب مسلسل 6 تا باتری قلمی ما میتونیم ولتاژ 9 ولت یا یک منبع برقی با ولتاژ 9 ولت آماده بسازیم. منبع برق آماده شد. میریم طرف مرحله بعدی تشکیل دوره. قطب منفی منبع برق بالای بازو در قسمت پایین نصب میسازیم و به خاطر از اینکه بالای هر میخ جریان برق وجود داشته باشه، این قسمت پوش های سیم برداشتیم. به این شکل این سیمکشی قطب منفی، همچنان قطب مثبت مشابه با قطب منفی در 3 قسمت پوش سیم برداشتیم تا اینکه جریان برق بالای میخ ها وارد شود. دوره برقی تا این حد تشکیل میشه. این مرحله است که مقاومت ها را وارد دوره برقی بسازیم تا دوره تکمیل شود. این قطب مثبت برای مقاومت و این هم قطب منفی. به این شکل مقاومت ها را قطب مثبت با مثبت و منفی را با منفی وصل میسازیم. در نصب مقاومت ها دقت داشته باشیم که قطب ها به شکل درستش مثبت با مثبت و منفی با منفی وصل شود. این مقاومت اولی، همچنان مقاومت دومی به شکلی به قطب مثبت، این هم به قطب منفی. مقاومت سومی حال جریان برق بالای دوره اجازه میتیم. در یک دوره برقی موازی مقاومت ها به صورت انشعابی یا شاخچه‌ای در دوره بسته‌بندی میشه که هر مقاومت از خود
عملکرد مستقل داره. وقتی عملکرد مستقل میگیم به این مفهوم که هرگاه یکی از مقاومت ها در این دوره برقی از کار میفته، سایر مقاومت ها میتونه به فعالیت خود ادامه بده، برخلاف دوره برقی مسلسل که هرگاه یکی از مقاومت ها از کار میفتاد، سایر مقاومت ها هم از کار میفتاد. مثلا در اینجا اگر یکی از مقاومت ها رو برداریم، میبینیم که سایر مقاومت ها با فعالیت خود ادامه میده. من مقاومت وسطی را برمیدارم، شما میبینید که دو مقاومت باقی مانده هنوز به کار خود ادامه میده. این یکی از مزیت‌های اساسی یا عمده دوره برقی موازی است که هرگاه یکی از مقاومت ها از کار میفته، سایر مقاومت ها میتونه به فعالیت خود ادامه بده. هرگاه مقاومت قطع شده را دوباره وصل میسازیم، میبینیم که این مقاومت هم به فعالیت خود ادامه میده و سایر مقاومت ها هم به فعالیت خود ادامه میده. در دوره برقی به صورت موازی چندین مسیر برای عبور جریان وجود دارد. به همین لحاظ است که هرگاه یکی از مقاومت ها یا یکی از اجزای دوره از کار میفته، سایر اجزا میتونه به فعالیت خود ادامه بده. نمونه خوبی از این دوره برقی سیمکشی تعمیرات است که به شکل موازی صورت میگیره و مقاومت های مختلف میتونه شامل از این دوره شود و هر کدام به صورت مستقلانه عمل کنه. این هم دوره برقی به صورت موازی. امیدوارم برای شما مفید و مؤثر واقع شده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.